خب مجددا خوش آمد میگم به دوستان عزیز. به طور کلی بخوام خدمتتون عرض کنم توی این مجموعه دوره همی ها قراره که کنار هم بحثای بیسیک ماشین لرنینگ، چه عملی چه تئوری، رو به اصطلاح یاد بگیریم. سورسی که ما داریم استفاده میکنیم طی این دوره همی ها کتاب هنزان ماشین لرنینگه. کتاب خیلی جالبیه، نه خیلی تئوریکاله نه خیلی پرکتیکاله، چیزی ما بینشه که هم دیدگاه خوبی به شما میده، هم بیس تئوریکتون رو خراب نمیکنه. صرفا یه چیز آموزش صنعتی هنزان نیست که هیچ بحث تئوری رو کاور نکنه. و این صحبت هدف اصلیمون اینه که بخش اول و دوم کتاب رو حالا با تمرکز رو بخش اول بتونیم طی این دوره همی ها پوشش بدیم. این جلسه هم همونطور که ابتدا خدمتتون عرض کردم دو تا از بچه ها به صورت هیبرید کنار ما ارائه میدن، آقا طاها و آقا حامد. خب نمیدونم چقدر این کتاب رو مطالعه کرده باشید، چقدر پیش از این راجع به این بحث مطالعه داشتید. به طور کلی فصل اول صرفاً مفاهیم ماشین لرنینگ و چیز بحث راجع به اینکه یادگیری اصلا برای ماشین تعریفش چیه، یادگیری ماشین چیه، چرا ما اصلا میخوایم ماشین لرنینگ انجام بدیم. خب من برسم به اون بخش درست. خب میرسیم به چپتر 1. با اجازه من از پرزنتورا میخوام خودشون رو معرفی کنن، اگه دوست داشتن وبکمشون رو باز کنن، هر شکلی که دوست دارن. اوکیه، من الان من وبکمو الان باز باز میکنم. باز یه افکت خوبم بذاریم. درود سلام. خدمت دوستان، وقتتون بخیر. سلام به شما. صدات نیست. خب با اجازه دیگه میبندیم که پهنای باند کاهش پیدا کنه. بریم سراغ خود. خب ماشین لرنینگ، این بحث جذاب و اصلا ماشین لرنینگ چیه؟ به چه معناست؟ چیز خیلی بحثی که اول کار میخوایم بهش برسیم. میگیم یادگیری، خب ما یه درکی داریم از یاد گرفتن خودمون به عنوان انسان. حالا میخوایم یاد گرفتن رو برای ماشین تعریف کنیم. اینکه این تعریف رو تا جان موفق شدی؟ بله فکر کنم الان دیگه خیلی صدا عالی. بچه ها دارن، درسته؟ بله بله من که دارم. خب شما ادامه بدید تا با حالا نوبت من اجازهتون برسه. برسیم به اینکه اصلا ماشین لرنینگ چیه. با اینکه حالا دوست داریم گفتگوها در آخر جلسه باشه، ولی خوشحال میشم هر کسی الان نظری داره میکروفونش رو باز کنه و به صورت صوتی تو این قسمت با ما بحث کنه در رابطه با اینکه ماشین لرنینگ چیه، به جز پرزنتورهای عزیز. خب داوطلبی داریم؟ نداریم؟ بچه صدا هستش؟ بله بله هست صدا. خب پس چقدر بد داوطلب نداریم اصلا. اوکی بحث رو پیش میبرم. اصلا تا حالا اسم ماشین لرنینگ رو کسی نشنیده؟ مثلا یه ایده‌ای دربارش داشته باشه که چیه؟ بچه لطفا میکروفون رو باز کنید صحبت کنید. شما داریم رکورد میگیریم، اگه امکانش هست میکروفون رو باز کنید صوتی صحبت کنید، چون رکورد آقای هم داره میرجان، گرفته میشه. درود سالک جان. بله صداتون چطور؟ هست. خوبی؟ من خوب هستید خیلی شما؟ مفتخرم از میام. لطف تشکر دارید. میکنم. حالا قربان اونقدر شما. سواد ندارم ولی یه ذره مطالعه کردم، با حالا توجه به اینکه یه ذره از کتابم خوندم، در واقع کلا
نظری که داشتم حالا در مورد اینکه ماشین لرنینگ چیه، اینکه حالا من خودم اینجوری برداشت میکنم که حالا مثلا حداقل توی حالا این NLP مثلا Natural Language Processing یا کلا چیزی که حتی توی اول کتابم میاره اینه که کلا اینا خیلی از هم جدا هن. یعنی اون مثلا یه مدلی مثل جمینایی که میبینیم پر از چیزهای مختلف، هم ایمیج مثلا پروسس میکنه، هم بعد حالا مثلا اون ایمیجی که بهش میدی میاد تبدیلش میکنه به متن، بعد اون متن رو حالا در واقع از اونجا به بعد دیگه شبیه مدل زبانی عمل میکنه. دیدگاهی که دارم این سری الگوریتم، یعنی یه سری خودمون مثلا در واقع بهش هم واقفیم و برامون بیگانه، که مثلا یه سری کلمات هم معنا رو میتونیم به جای هم استفاده کنیم، یا مثلا ساختار فعل و فاعل چجوریه. یعنی همه اینها رو ماشین خیلی خوب میتونه یاد بگیره. آره فکر میکنم من تشکر میکنم از شما. کسی دیگه ایده‌ای نداره در این رابطه؟ بچهای دیگه؟ یکی از دوستانم توی چت باکس گفته که میتونیم بگیم مثلا کمک به ماشین برای تحلیل یه سری داده با گرفتن یه مقداری ورودی. خب خیلی عالی بود. تا اینجا کلمات کلیدی خیلی خوبی به دست آوردیم. ولی حالا میخوایم با این داده هایی که از بچه ها گرفتیم و از سرتیتر کتاب خوندیم، میخوایم به جنبندی رسمی تری یکم برسیم، جنرال تری یکم برسیم، که خیلی ساده بخوایم یادگیری رو برای ماشین تعریف کنیم. باید برگردیم به این که اصلا چی شد دنیای کامپیوتر از کامپیوترهای مکانیکی رسید به این حالتی که الان داریم. خب خیلی وقتا راجع به کامپیوتر صحبت میکنیم، صرفاً شاید چیز الکترونیک بیاد جلو چشم شما. کسی میتونه مثالی بزنه از کامپیوتری که الکترونیکی نباشه؟ خب به طور کلی بگم مثلا لزومی نداره کامپیوتر اصلا وسیله الکترونیکی باشه، میتونه صرفاً اون کارکردی که داره رو به واسطه منطق طوری برنامه ریزی کرد، طوری تعیین کرد که خروجی خاصی بگیره. این مفهوم ماشینیه که ما داریم که بعد رسید به تورینگ ماشین که حالا یه چیزی رو کاغذ خیلی جذابه، و کامپیوترهای امروزی. حالا درسته که خیلی راجع به تورینگ ماشین ما مطالعه میکنیم، ولی اصل کامپیوترهای امروزی بهشون میگن ماشینای رجیستر ماشین، ماشینایی که با حافظه های رجیستر کار میکنن. من خیلی دیپ نمیشم، شاید بچه‌ها علاقه نداشته باشن به این قضیه، ولی خواستم بدونیم که یه دیدگاه کلی راجع به بحث ماشین داشته باشیم. و بعد ما به اینجا رسیدیم که خب ما باید دستی تنظیمات خاصی روی سخت افزار انجام بدیم که به این نتیجه مورد نظرمون برسیم. نمیتونیم اینو ساده تر کنیم که سری کارهای تکراری رو انجام ندیم، یه سری پیچیدگی ها رو دور بزنیم، یه ابسترکشن بذاریم روش که رسیدیم به نرم افزار. خب به چند دهه قبل برگردیم، حتی خیلی دهه قبل، این شکلی شما باید با کامپیوتر کار میکردید که برای هر عمل کردی که میخواستید کامپیوتر داشته باشه باید پروگرامش میکردید. ایمیل میخواستید بگیرید، تو شبکه میخواستید کار خاصی کنید، تقریبا همه چیز رو داشتید پروگرام میکردید. که بعد رسید به سیستم عامل. ما یک نرم افزاری درست میکنیم که رو سخت افزارهای مختلف رام بشه، فرقی نمیکنه شما کامپیوترت لنوو چیه، در نهایت لینوکس ورژن فلان رو یا ویندوز ورژن فلان رو میتونی ران کنی. و خدمت شما بگم که یه چیز کلی تری ما درست کردیم که این پیچیدگی های کامپیوت کردن رو از بین ببریم. حالا ابسترکشن بعدیمون، لایه بعدیمون که رو کامپیوتر سوار کردیم، میشه هوش مصنوعی که میتونه مدل‌های فاوندیشن مدل باشه، میتونه مدل‌های ساده ماشین لرنینگ باشه. در نهایت ماشین لرنینگ رو بخوام براتون توضیح بدم اینه که هنر این که شما بتونی کامپیوتر رو وادار به انجام کاری بکنی بدون اینکه مستقیما پروگرامش کنی، بدون اینکه بگی این متغیر رو بخون، این کارو بکن، اون کارو بکن. بدون این کارها شما بتونی کامپیوتر رو خروجی خاصی ازش بگیری یا متقاعدش کنی کار خاصی بکن. تا اینجای کار اگه کسی سوالی داره بفهم.
به نظر میاد که سوال خاصی وجود نداره. این تعریف آرتور ساموئل خدمتتون بگم که تعریف کتابی تر و ریاضیاتی تری هم داریم که آقای تام میشل ارائه دادن. A computer program is set to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P و هرچی شما ترین انجام میدید، خیلی ساده بخوام بهتون بگم، شما یک اکسپریانس یا تجربه ای رو دارید، اسمشو میذارید ای. یه تسک خاصی دارید، یه کار خاصی میخواید انجام بدید، اسمشو تی میذارید. باید یه روشی داشته باشید اندازه بگیرید چقدر این دقیقه، اسم اونم میذارید پی. اگه شما بتونید عملکرد این مدل رو، این حالا جلوتر متوجه میشه مدل چیه، روی تسک تی رو به مرور زمان با هر اکسپریانس بیشتر کنید، این پی رو تابش رو به اون مقدار بیشینه نزدیک تر کنید، شما دارید یادگیری انجام میدید. این تعریف ریاضیاتیه که آقای تام میشل ارائه میدن. یه جورایی تابع پی رو دارید ماکسیموم هاش رو پیدا میکنید انگار. خیلی ساده تر بخوام بگم. خب اگه سوالی هست بفرمایید دیگه. هر جا سوالی پیش میاد دستتون رو بگیرید بالا یا میکروفونتون رو باز کنید صحبت کنید، اینتراپت کنید، هیچ مشکلی نداره. از صحبت نکردن بهتره. بریم سر این که اصلا چرا باید ماشین لرنینگ استفاده کنیم. ما الان متوجه شدیم ماشین لرنینگ چیه، حالا میخوایم بدونیم که چرا باید اصلا ماشین لرنینگ استفاده کنیم. مگه برنامه‌نویسی عادی چشه؟ مگه استفاده کردن عادی از کامپیوتر چه ایرادی داره؟ خب خدمتتون عرض کنم که یک مثال جالبی زده کتاب. یه مثال جالبی زده کتاب، گفته فرض کنید شما سرویس دهنده ایمیلید، شما جیمیل رو دارید، مثلا لید یه بخشی از جیمیل هستید، قراره ایمیل هایی که وارد سیستم میشه رو شما ارزیابی کنید، ببینید این ایمیلی که داره وارد میشه اسپم، تبلیغات، محتویات نادرسته یا ایمیل عادیه. اسپم یا همه اصطلاحاً ایمیل عادیه، ایمیل روزمره است یا محتویات ناخوشایند تبلیغاتی. تو حالت عادی فرض کنید که میخواید یک برنامه‌ای رو به صورت بهش میگن ترادیشنال پروگرامینگ، به صورت سنتی با ایف و الس بنویسید که خدمتتون عرض کنم ایمیل های هم و اسپم رو تشخیص بده. اگه کسی ایده ای داره خوشحال میشم بشنوم. خیلی عالی. خب تو حالت عادی که مثالی که کتاب زده اینه که خب شما میایید یه سری کلمات کلیدی رو در نظر میگیرید، خلاصه نویسی for you 4 رو به you میچسبونی، مثلا این خیلی تو تبلیغات زیاد استفاده میشه. یه سری کلید واژه خاص رو شما میای تعریف میکنی برای برنامه‌ت، سیستمت و اون پروگرامت میگی که چک کن اگه اینا داخلش بود، امیزینگ داخلش بود، اینا رو اسپم تشخیص بده. حالا این کار چه خوبی ها و چه بدی هایی داره. خوبیش اینه که خب خیلی خوبی خاصی نداره حقیقتا. بدیش اینه که شما تقریبا ممکنه ایمیل های هم رو هم اشتباها اسپم تشخیص بدید، اصطلاحاً دچار فالس پازیتیو بشید. و اینکه به مرور زمان اون کسی که این ایمیل های تبلیغاتی رو میفرسته خب عقلش میرسه این کلمات رو بیاد حذف کنه، یه جور دیگه بنویسه، کامل بنویسه و این صحبته. و خب شما هی باید برنامه‌های هی رول ها و قوانین پیچیده تری باید اضافه کنید به پروگرامتون. این باعث میشه که برنامه‌تون آن مینتینبل بشه، دیگه نشه نگهداری کرد از برنامه، انقدر که پیچیده شده، انقدر که کیاتیک شده. و این بدیه این قضیه است. و اینکه الگوریتمی هم که استفاده میکنید مبنای درستی نداره، صرفا چک میکنید این ایمیل هست. خب هم ممکنه اینو داشته باشه. من با دوستم صحبت میکنم ممکنه فوریو رو اینطوری بنویسم، چه لزومی داره ایمیل من اسپم باشه. اینجاست که برمیگردیم به ماشین لرنینگ. ماشین لرنینگ میتونه با دیتا، با حجم زیادی دیتا، حالا بسته به اون کاری که میخوایم انجام بدیم، یاد بگیره که این ایمیل همه یا اسپمه. اینجا یه جورای ماشین لرنینگ به داده ما میرسه. خب این دیاگرام های کتاب رو نگاه کنیم. برخلاف اون
دیاگرام قبلی، بذارید دیاگرام قبلی هم بیارید. شما اون خطاها رو پیدا میکنید، مشکل رو بررسی میکنید، دوباره قوانین میرسید، اجراش میکنید. لانچ که میکنید فیدبک خوب یا بد میگیرید، بعد دوباره این فرآیند رو طی میکنید که گفتیم این بهینه نیست. میرسیم به بخش بعدی که شما روی دیتا ترین انجام میدید. حالا این اصطلاح تمرین کردن و ترین کردن چیه، یادگیری چجوری اتفاق میفته، الگوریتم‌ها چیان، همه اینها رو قدم به قدم به مرور که بریم جلو یاد میگیریم. یعنی ممکنه الان شما یه اصطلاحی بشنوید SVM دیگه چیه، یه فصل کامل ما راجبش قراره صحبت کنیم. پس نگرانی از این بابت نداشته باشید که کلمات یا اصطلاحات خاصی رو اینجا راجبشون صحبت میکنیم. نیاز نیست که شما دیپ و عمیق روی اون مانور بدید. برسیم به ماشین لرنینگ. خب به طور کلی این فرآیندهای یادگیری ماشین رو میتونه الگوریتم باشه، میتونه پیاده سازی من باشه، میتونه هر چیزی باشه. ما داریم صورت مسئله رو نگاه میکنیم، یکی یک پیاده سازی براش داره، یه ایده براش داره، یکی یه ایده دیگه براش داره. صرفا میخوایم الان دسته‌بندی کنیم، ببینیم که این یادگیری ماشین چه مدل یادگیری های ماشینی داریم، دسته‌بندیش کنیم که یک دیدگاه کلی خوبی داشته باشیم. به طور کلی یادگیری های ماشین رو از این جهت که شما میتونی از این جهت که انسان روش نظارت میکنه یا نمیکنه به دسته های مختلفی شما میتونی تقسیمش کنی که بحث بهش میگن سوپروایزد، آن سوپروایزد، و حالا دو مدل دیگه هم داریم که جلوتر بهش میرسیم. همین مثال ایمیل ها که زدیم، شما فرض کنید ایمیل اسپم و هم رو میخوایم بررسی کنیم. خب ما یه مجموعه ایمیل درست میکنیم. این مجموعه ایمیلمون خب یه نمونه‌ای داریم دیگه، میدونیم این مدل ایمیل هایی که اومدن مشخص اسپم، هم میدونیم این ایمیل هایی که اومدن ایمیل های روزمره. همین که من انسان میدونم این دیتا اسپمن یا همن و من انسان دارم مستقیما دخالت میکنم، نظارت میکنم، این میشه سوپروایز لرنینگ، یادگیری نظارت شده. حالا خلاف این هم آن سوپروایز لرنینگ، یعنی یادگیری نظارت نشده. ما یادگیری داریم که شما هیچ ایده‌ای نداری که بذارید جلوتر بهش برسیم این چه دسته‌بندیایی داره، صرفا اونایی که نزدیک تر به هم هستن رو میخواید یاد بگیرید. حالا اینکه هر کدوم از اینها رو بسته به نوع مشکلتون شما پیدا کنید، مشکلتون رو و الگوریتم درست رو پیدا کنید، این یه بحث جداست و ما اصلا یه فصل راجع به انجام پروژه و پیدا کردن مشکل و فکر کردن درست برای حل مشکل داریم که فصل دومونه. تو این فصل که فصل اولمونه صرفا میخوایم با مدل‌های مختلف یادگیری آشنا بشیم. پس تا الان ما سوپروایزد و آن سوپروایزد یاد گرفتیم. تو سوپروایزد لرنینگ من انسان مستقیما نظارت میکنم، اون دیتا اولیه که میدم من به ماشین دارم میگم که خب این ایمیل هر چی تو میخوای فکر کن، هر چی تو میخوای از هر دیدگاهی میخوای داشته باش، این ایمیل هر کاری کنی همه این ایمیل اسپمه. این دیتای اولیه منه، دیتای ترینینگ من، اصطلاحا رو این تمرین میکنم. و اینکه من انتظارم یه نمونه جدید هم میدم پیدا کنه که این همه یا اسپم. حالا اینکه چجوری پیدا میکنه این میشه الگوریتم پیاده سازی، میشه نحوه پیاده سازی من که بسته به نوع مشکلم خیلی میتونه متفاوت باشه که گفتیم جلوتر به اختصار راجع بهشون صحبت میکنیم. بریم سراغ آن سوپروایزد لرنینگ. کسی میتونه از سوپروایزد لرنینگ و آن سوپروایزد لرنینگ مثال های بیشتری بزنه؟ پرزنتورهای عزیزم دوست داشتید بیایید، بچه‌ها که پشت ما رو خالی کرد. ببین الزاما مثلا حالا یه سوالی که هست، این لیبلایی که میخورن این دیتا ها درسته. مثلا این شکلیه که توی سند برای خودم سواله که مثلا ما یه سری آدم میاریم و بهشون میگیم آقا شما بیا اینا رو دونه دونه لیبل بزن، هر کدوم از اینا رو، این فیچراشون رو مثلا بیا معین کن که دقیقاً چیان، یا یه همچین چیزی خیلی ساده. یا اینکه مثلا اینا تو خودشون، یعنی تو خود اون جایی که دیتا تولید شده این وجود داشته، همچین بحثه. ولی سوال جالب و قشنگی پرسیدید، اتفاقا جزء بحث ما هم هستش. حقیقتا بستگی به اون مشکل داره. مثلا شما فرض کن که
یه مثالی باید بزنیم برای این. مثلا همین مثال ایمیل، اینو خب لزوما انسان داره تشخیص میده، لیبل میزنه که همه یا اسپمه. ولی مثلا فرض کن یه سری دارو ما داریم تولید میکنیم، میخوایم داروها رو به یه سری آدم بدیم ببینیم زنده میمونن یا میمیرن. حالا همچین آزمایشی داریم، یا حالا آدم نه، موش آزمایشگاهی مثلا. اه، خب این نتایج واقعی که اتفاق افتاده، درسته لزوما انسان جاج نکرده، قضاوت نکرده، ولی دیتایی که از نظارت انسان رد شده. تونستم حالا توضیحی که میخواستید رو بدم؟ آره، صرفا مثلا یک چیزی بود که حالا می‌تونیم بیشتر بهش فکر کنیم، ولی خب جالبه. خیلی هم برای بحث منم یه جان بفهم. مدتی میونه کلامت، منم برای این سوپروایز دان سوپروایز لرنینگ یه مثال خیلی جالبی که همیشه تو ذهن خودم بود، حالا جدا از اینکه نظارت شده یا نظارت نشده میتونیم بگیم، میتونیم از این دیدگاه هم بهش نگاه کنیم و جالبه که مثلا سوپروایز لرنینگ به بخشی از اون ماشین لرنینگ در واقع بررسی میکنه که ما یه تارگت هدف توی داده هامون داریم. مثلا یه دیتا ستی که وقتی ما داشته باشیم یه سری داده هست و اون داده ها یه تارگت هدف هست. مثلا قیمت ماشین رو اگه تصور کنیم، یه سری معیارها و فاکتورها داره ماشین، رنگش، اندازش، نوع سوختش، تعداد سیلندراش، و در نهایت یه قیمتی بهمون میده. توی سوپروایزد لرنینگ ما این تارگت هدف که به اصطلاح قیمت هستش رو داریم و مثلا یه جوری باید مدل طراحی کنیم که سایر فاکتورها و عاملها رو دریافت کنیم و اون قیمت رو پیش بینی کنیم. اما توی آن سوپروایز ما حتی خود اون تارگت و متغیر تارگت رو نداریم. مثلا ممکنه که یه تعدادی داده در مورد یه سری خوشه‌های سرطانی ببینیم و خودمون تشخیص بدیم که چه جوری اینا رو تقسیم بندی کنیم. اون داده وجود نداره اصلا تارگت هدفمون. خیلی ممنون تاج جان، مثال خیلی قشنگی زدی. دقیقاً پوینتش اینه که دقیقاً تو سوپروایز لرنینگ ما اون تارگت رو داریم، ولی تو آن سوپروایز لرنینگ یا یادگیری نظارت نشده ما ممکنه خودمونم ایده‌ای نداشته باشیم، صرفا میخوایم خودمون بیشتر سر در بیاریم از داده. مثالش هم اینه که الان مجموعه بچه‌ها رو شما در نظر بگیرید، ما اصلا یه سری فیچر داریم همچین شکلی هست، شهود ما میگه که خب اینایی که به هم نزدیکن احتمالاً یه ربط خاصی به هم دیگه دارن دیگه. حالا اینکه این ربطه چی و به چه صورته رو میخوایم از طریق این ترین شدن به دست بیاریم. یعنی یه جورایی میخوایم با استفاده از این بیشتر سر در بیاریم از دیتا، کیا به هم نزدیک همن و غیره. حالا بسته به اون الگوریتممون این صحبت مطرح میشه. دو تا مثال هم داریم اینجا، من وارد این الگوریتما نمیشم، هر کدوم رو جداگانه میخوایم توضیح بدیم. یکی بحث کلاسترینگ یا خوشه بندیه. من میام اینایی که نزدیک به همن رو با یه شیوهی از هم تشخیص میدم که کدوما به هم نزدیکترن، کدوما از هم دورترن. و بحث آنومالی دیتکشن هم داریم. جلوتر میرسیم. برای اینکه شما یادگیری نظارت شده رو درست انجام بدید باید دیتاهای به درد نخور رو حذف کنید، و اینکه میخواید دیتاهای به درد نخور رو حذف کنید، خود این فرآیند حذف کردن یک یادگیری نظارت نشده است. یعنی یه جورایی دارید هم از آن سوپروایز استفاده میکنید هم از سوپروایز، که این مثالیه که من خدمتتون عرض کردم. خب بحث ویژوالایزیشن و اسوسییشن رول هم داریم که به سرفصلشون برسیم به طور کامل راجبشون صحبت میکنم. خب به طور کلی راجب خود کتابم یه بحثی رو من مجددا یادآوری کنم. همونطور که تو اینتروداکشن کتاب نوشته، اون بخشایی که علامت سبز رنگه داره به شما یه پیشنهادی میده، اون بخشی که آبی رنگی علامت فکر میکنم یه پرنده ایه، اونجا داره به شما یک نکته جنرال و کلی رو میگه، یعنی ممکنه مرتبط لزوما به اون بحث نباشه. اون قسمتی هم که نارنجی رنگ و عکس عقربه میگن نکته زهردار، یک وارنینگی به شما میده که اینو با اون فلان چیز اشتباه نگیری، این فلان چیز هست این فلان چیز نیست و این صحبت. به طور کلی ما حالا میرسیم به بحث همین مثالی که من زدم. خود این دیتا شاید یه ارزش، یه اعتباری برای شما داشته باشه، ولی یه سری دیتاهای اضافه داره که کار شما رو داره خراب میکنه. حالا لزوما هم شما نمیخواید ماشین لرنینگ انجام بدید، شاید میخواید یه کار انسانی باش انجام بدید.
میخواید این داده های بهش میگن آنومالی رو اصطلاحا حذف کنید، داده های پرت و آوتلایر رو حذف کنید. خود این پرت بودن و مرتبط بودن میره تو بحث آن سوپروایز لرنینگ، چون من نظارتی ندارم، نمیگم این خوب است این بد است، صرفا میخوام ببینم اون نمونه هایی که دارم چه ربطی به هم دیگه داره. میرسیم به بحث سمی سوپروایز لرنینگ که یادگیری نیمه نظارت شده، یعنی نه نظارت شده است و نه نظارت نشده است، یه چیزی بینش. خب کسی اگه ایده ای داره خوشحال میشم بشنوم. بفرمایید. خب یه مثالی من بخوام بزنم از سمی سوپروایز لرنینگ، مثال گوگل کلاده. شما فرض کن داری تصویر آپلود میکنی، از اون طرف گوگل داره یه سرویسی میده، شما هر تصویری دلت میخواد رو میتونی روش آپلود کنی مگر اینکه مشکل دار باشه. مثلا بنا به دلایلی دولت تصمیم گرفته که شما یه سری محتویات خاص سیاسی رو، یه سری محتویات خاص اخلاقی رو نتونی شما آپلود کنی. اینکه گوگل بیاد اینو تشخیص بده، یکی از شیوه هاش استفاده از سمی سوپروایز لرنینگه. سمی سوپروایز لرنینگ یعنی اینکه ما یه سری سامپل خیلی خاص رو پیدا کنیم، اونها رو دسته‌بندی کنیم، بعد دیتاهای جدید که میان رو ببینیم این به کدوم ها شبیه تره. بذارید برام صفحه بعد یه تصویر خیلی خوبی هست. این مثلث مربع که میبینیم یعنی دیتایی که ما داریم، این مثلث‌ها توی کلاسن دسته‌بندی شدن، مثلا محتویات غیر اخلاقی دسته‌بندی شدن، این مربع‌ها محتویات اخلاقی دسته‌بندی شدن. حالا من سری عکس جدید دارم آپلود میکنم، میخوام ببینم این عکس جدیده اخلاقی، تصویر مثلا جهتدار سیاسی درسته، با سیاست‌های شرکت جور در میاد یا نه. این که از دسته‌بندی و کلاسترینگ مثلا همزمان استفاده کنم میشه سمی سوپروایز لرنینگ، یعنی یادگیری نیمه نظارت شده. بحث خیلی جذابی هم هستش که پیاده سازی های مختلف خودش هم داره، روش های دیپ لرنینگ هم داریم که تو اصلا بخش دوم کتاب بهش میرسیم. اگه کسی سوالی داره در رابطه با بحث سمی سوپروایز لرنینگ یا کلا بحثایی که صحبت کردیم بفرمایید، خیلی خوشحال میشم. ارمیا یه درود، جورایی میتونیم بگیم سلام ببخشید خواهش یادم رفت میکنم. سلام کنم. یه جورایی توی این بحث سمی سوپروایز لرنینگ ما به جای اینکه بیایم برنامه رو از صفر و بدون هیچ داده ای شروع کنیم، بیایم بهش یه سری داده های میدیم تا بعد برنامه بیاد داده های شبیه به اون داده های اولیه رو پیدا کنه. بله یه جورایی داریم به همچین حالتی میرسیم. خدمت شما بگم که دقیقاً مثالش هم گوگل کلاد میتونه باشه، گوگل فوتوز میتونه باشه، یا اون محتویات اخلاقی غیر اخلاقی میتونه باشه. خب حالا که آرمان جان میکروفون رو باز کرد، بریم سراغ reinforcement learning، یادگیری تقویتی. ایده ای دارید که اصلا حرف از تقویت و یادگیری تقویتی میزنیم منظورمون چیه؟ انگار که مثلا رویکرد رو کلا داریم عوض میکنیم. یعنی اینجا ما یه سوپروایزری بودیم در نهایت قبل از این که داشتیم مثلا روی سری دیتا یه سری کار انجام میدادیم، حالا میخوایم یه خورده سیستم رو حالت خودمحورتر بکنیم. این همچین ایده‌ای دارم. درسته، خیلی جالبه. احتمالا براتون سوال شده خب انسان هم داره یاد میگیره، انسان تو کدوم دسته قرار میگیره یادگیریش؟ که میرسیم به بحث reinforcement learning یا یادگیری تقویتی. همینطور که دوست عزیزمون گفتن تو یادگیری تقویتی ما کلا رویکردمون رو عوض میکنیم. خب حالا این یادگیری تقویتی چیه و به چه صورت پیاده میشه؟ خب خدمت شما عرض کنم که بذارید من این رو فول اسکرین کنم. تو بحث reinforcement learning ما دیگه اون رویکرد قبلی رو نداریم که صرفاً یه الگوریتم ریاضی داشته باشیم. ما یه ایجنتی داریم، یه مأموری داریم، یه شخصیتی رو داریم. اینو شما یه کودکی در نظر بگیرید که تازه میخواد مفهوم گرما سرما رو متوجه بشه.
اینو داخل یک محیطی قرار میدیم که انتخاب‌های مختلفی میتونه داشته باشه، میتونه بره سمت آب، میتونه بره سمت آتیش. حالا بسته به اون سیاستی که انتخاب میکنه، میره سمت آتیش مثلا، آسیب میبینه، دستش میسوزه و بازخورد طبیعی میگیره. حالا این بازخورد میتونه غیر طبیعی هم باشه، یعنی دستش نسوزه ولی اون والدین مثلا تنبیهش کنن. این میشه بازخوردی که اون ایجنت میگیره و بر اساس اینکه بازخورد مثبت یا منفی تصمیم میگیره که اون سیاستی که پیش گرفته رو بیشتر بره به سمتش یا کمتر بره به سمتش، یا سیاستش رو طوری تغییر بده که از مثلا آتیش کلا دور بشه و غیره. حالا اینکه این بحث چجوری پیاده میشه خودش جای بحث داره. چجوری ما این قضیه رو پیاده کنیم، چجوری ما ایجنت طراحی کنیم و چجوری این رو عملکردش رو بهتر کنیم، که خب به اختصار تو فصل‌های بعدی بهشون قطعا میرسیم. بخش بچ فقط لرنینگ قبل و از جانم اینکه بریم بخش بندی، من یه درسته؟ مثال خیلی جالبی که تو این بفرمایید. بخش همیشه مثلا میشیدم، این جاروبرقی هایی هستن که رباتیان خودشون خونه رو مثلا جارو میکنن. خیلی مثلا مثال جالبی بود همیشه برام که داخل خونه این جاروبرقی ها رو میذاری و حرکت میکنه و هر وقت به در و دیوار خورد، داخل اون سیستم خودش یه پوینت منفی برای خودش در نظر میگیره و هر وقتی که نمیخورد مثلا یه پوینت مثبت، و همینجوری به مرور زمان خود ماشین خود به خود اینقدر این پوینت ها بالا پایین میشه تا نقشه خونه رو مثلا یه جورایی در میاره، اینکه هر چیزی کجاست و کجا باید جارو بشه و کجا باید جارو نشه. این مثال خیلی جالبی بود همیشه برام. بله خیلی ممنون از شما، مثال خیلی قشنگی بود اتفاقا. نمونهش هم مثالی که زده بازی آلفاگو، یه سری نورون رو برداشتن، یه سری به اصطلاح نورون رو متصل کردن ورودی خروجیشون رو به یک سیستمی که حالا داره بازی آلفاگو انجام میده. حالا مثالی که من میزنم خود مثال کتاب نیست، مثالیه که الان به اصطلاح یکم بروزتر از سال انتشار کتابه و با بازخورد مثبت یا منفی دادن به اون نورونه به وضعیتی میرسونن نورون رو که بتونه مثلا داخل بازی آلفاگو عملکرد خوبی مقابل انسان داشته باشه. خب بحث بعدی که داریم بحث بچ لرنینگ و آنلاین لرنینگه که فکر میکنم پرزنتورامون بخوان راجع بهش صحبت کنن. درست میگم؟ آره این خب بخش با من من با بودش. اجازه تاجان رو پرزنتور میکنم، دسترسی داشته باشم. نقش به ارائه دهنده. خب تاجان فکر میکنم دسترسی داشته باشید شما. آره الان من دسترسی دارم. خیلی خوب، با اجازه همگی من شروع میکنم و اول کار من میکروفونم قطع بود، نتونستم خودم معرفی کنم. من تا محمدی ام، ورودی 404 علوم کامپیوتر. و خب کلا این نوع تعامل مدل ما با داده ها کلا افتاده به عهده من که حالا چیزایی که دربارش کنار هم دیگه قرار یاد بگیریم. به هر حال تا الان مثلا فهمیدیم که ماشین لرنینگ اینجوری هستش که یه سری داده ما داریم، حالا به نحوه‌های مختلف این داده ها به دست ما میرسن و ما قراره یه سری تحلیل ها روشون انجام بدیم به کمک الگوریتم های مختلف و در نهایت قراره از این ماشین یه سری خروجی بگیریم. به اصطلاح مثلا میگن قراره این مدل ما با داده ها سازگار بشه. و حالا اینکه این چجوری با داده ها سازگار میشه خودش روش های مختلف و چیزهای متفاوت داره که یکی از اینا همین بچ لرنینگ و یا آنلاین لرنینگ هستش که یه جورایی مخالف همدیگن و ما اول میخوایم با بچ لرنینگ شروع کنیم ببینیم چیه. کلا بچ لرنینگ اینجوریه که یه سری داده هستش و روی همه داده ها ما میایم به مدل میدیم همه اون داده ها رو و در نهایت مدل به کمک اون داده ها یه الگوریتمی پیاده میکنه و پارامترهای خودش رو به دست میاره و آماده میشه برای خروجی دادن در نهایت اون ماشینی که ما میخوایم رو بهمون تحویل میده. و اگه یه سری داده جدیدی وارد کار بشه اینجوریه که اون مدل قبلی یه جورایی انگار کامل فراموش میشه و دوباره داده های قبلی و داده های جدید کنار همدیگه گذاشته میشن و یه مدل جدید با این داده ها کلا به وجود میاد که خب خوبی بدی های خودشو داره. مثلا از خوبیاش اینه که خب خیلی دقیق خواهد بود و چون که هر دفعه داریم داده هامون رو بیشتر میکنیم و اگه رندومنس کافی خودشون رو داشته باشن طبعا
دقت ما میره بالاتر، ولی خب معایبش هم خیلی مشخصه دیگه، مثلا زمان خیلی زیادی میبره، رم خیلی زیادی استفاده میکنه و کلا اینجور مشکلات رو داره. مثلا یکی از پروژه‌هایی که ممکنه درگیرش بشیم توی همین حوزه بچ لرنینگ مثلا پیش بینی قیمت خونه است که خب داده ها عمدتاً اینجوریان که دیر به دیر آپدیت میشه و هر دفعه آپدیت میشن حجم خیلی زیادی داره و هر دفعه بخوایم مدل آپدیت کنیم خب زمان حافظه خیلی زیادی میگیره، اما خب در نهایت دقت کافی خودش رو داره. و این کلا حالا در مورد بچ لرنینگ میشه مثلا یه توضیحات کلی داد. اما بعدی آنلاین لرنینگه که خب خیلی جالبتر و چیزای بیشتر و جدیدتری میتونیم دربارش بگیم. کلا آنلاین لرنینگ برخلاف بچ لرنینگ اینجوریه که اول از همه با یه سری داده های پیش‌فرض، دیاگرام کتاب خیلی خوبه، با یه سری داده های پیش‌فرض ما میایم این مدل خودمون رو مثلا آماده می‌کنیم با استفاده از الگوریتم‌های مختلف، مدل پیاده سازی می‌کنیم و در نهایت مثلا میایم ازش خروجی می‌گیریم که اگه بد بود دوباره با سری داده‌های جدید و اگه خوب بود و که لانچش می‌کنیم ازش استفاده می‌کنیم. اما بس اینجاست که الان ممکنه داده‌های جدید وارد کار بشن، چون که به هر حال سیستم یه جوری آنلاینه دیگه و ممکنه داده به صورت یک استریم مدام هی وارد سیستم بشه و اینجوریه که این مدل ما جوری طراحی شده که به کمک این داده های جدید خودش رو آپدیت میکنه. اینجوری نیستش که دیگه کلا مثلا یه مدل از نو بسازیم با کمک داده های قبلی و داده های جدید. این داده های جدید باعث میشن که آپدیت بشه مدام مدل. یه مثال خیلی جالب و حالا ساده، مثلا توی آمار و احتمالی که ما داشتیم توی دبیرستان مثلا یه فرمول کلی برای واریانس بود که میومدیم میانگین رو حساب میکردیم، بعد اختلاف تک تک داده ها رو از اونجا به دست می آوردیم و حالا واریانس رو یا ارنهاف میار رو حساب میکردیم. و اگه یه داده جدیدی میومد میتونستیم مثلا یه کار این بود که دوباره بیایم میانگین رو به دست بیاریم، تک تک فاصله ها رو به دست بیاریم و واریانس نهایی حساب کنیم. یه کار دیگه هم اینه که حالا با کمک یه سری فرمول هایی واریانس قبلی رو یه کارایی کنیم و با همین داده جدید صرفاً واریانس جدید رو به دست بیاریم که خب طبعا خیلی سریع‌تره و حافظه کمتری اشغال میکنه و خوبیای خودش رو داره، ولی خب بدیهای خودش هم داره. اینه که مثلا ممکنه سیستم مثلا داده های جدید اگه به شدت مثلا غلط باشن سیستم به اصطلاح گمراه بشه، مثلا خیلی داده های پرتی باشن و داده های قبلی که ازش یاد گرفته تاثیر بذاره کلا مثلا مدل رو خراب کنه و خب مثلا باید یه جورایی داده ها رو فیلتر کنیم و خب دنگ و فنگای خاص خودش رو داره. و بعدی رو اگه بخوایم بحث بعدی، نوع دیگه از یادگیری بهش میگن اینستنت بیس لرنینگ. این یکی خیلی جالبه. عمدتاً مثلا داده های قبلی ما، الگوریتم های قبلی ما بیشتر این حالت رو داشتن که یه سری مثلا داده وجود داشت، ماشین از اون داده ها یاد میگرفت و اگه داده جدیدی بهش میدادیم در نهایت مثلا یاد گرفتنش رو انجام داده از قبل و پیش بینی خودش رو یا همون کلاس بندی خودش یا هر کاری که قرار بود برای ما انجام بده رو انجام میده. اما داخل اینستنت بیس لرنینگ اینجوریه که یه سری در واقع ماشین اینجوری نیستش که از قبل بخواد یاد بگیره داده ها رو و هر وقت داده جدید اومد مثلا پیش بینی کنه. اینجوریه که مثلا فرض کنید ما اینجا حالا یه اسکتر پلاتی از این داده هامون داریم و مثلا یه داده جدیدی وارد میشه، ماشین از قبل داده های خودش رو داره و اونا رو مثلا داخل سیستم، داخل حافظه‌اش ذخیره شده و وقتی این داده جدید میاد بررسی میکنه با داده هایی که اطرافشن. حالا اینکه چجوری این بررسی رو انجام میده برمیگرده به الگوریتم های خودش، مثلا KNN یکی از این نوع الگوریتم ها هستش و به اصطلاح از مثلا حالا KNN به خصوص از فاصله اقلیدوسی استفاده میکنه. ممکنه مثلا هر الگوریتمی اون کار خاص خودش انجام بده، پارامتر خاص خودش رو داشته باشه و میاد و این به اصطلاح معیارهای شباهتش رو نگاه میکنه، میبینه این داده جدیدی که اومده با سایر داده هایی که از قبل وجود داشتن با کدوما بیشتر شبیه، به زبان ساده، و با اون قسمت هایی که شباهت بیشتری داشت داده رو در نهایت از اون نوع تعریف میکنه. الان مثلا داده های ما اینجا دو نوعن، مثلث یا مربع، و وقتی داده جدیدی میاد ما با کمک پارامترهایی که این داده جدید داره و پارامترهایی که از قبل داشتیم تشخیص میدیم که ببینیم با مثلث های بیشتری شبیه یا با مربع های بیشتری، و در نهایت هر کدوم که بیشتر بود به عنوان
خروجی نمایان میکنیم که حالا مثلا اینجا چون دو تا مثلث نزدیکشه میگیم که مثلثه و این مثلا میشه یادگیری همون لحظه‌ای و به صورت لحظه‌ای ما مثلا میایم و انجام میدیم کارمون رو. و آخرین نوع تعامل مدل با داده ها مدل بیسد لرنینگه که خب توی این بخش بهش بررسی کرده که اینجوریه که در واقع مدل انگار یه جوری کامل یاد گرفته و یه حالت فرمولطوری ارائه میده و اگه داده جدیدی بیاد صرفا انگار یه جایگذاری تو فرمولی انجام میشه و اون کلاس بندی خودش یا حالا اگه اون قیمتی که قرار مشخص کنه اون تارگت هدف رو بهمون میده یا حالا اگه خوشه بندی قرار بود انجام بشه هر چیزی کارش اونجوری انجام میده. اینجا یه مداخله‌ای بکنم فقط واسه اینکه یه تصویر بهتری سعی کنم بسازم. ما اینجا راجع به انواع طبقه بندی های مدل ها داشتیم حرف می‌زدیم. یه چیزی رو که خیلی بهش توجه نکردیم این بودیم که در واقع اینا مدل های به هم پیوسته نیستن، اینا صرفا رویکردهای ما برای طبقه بندی. ما انواع مختلف و خیلی زیادی از مدل های مختلف یادگیری و پیاده سازی هاشون داریم، منتها ما میایم اینا رو توی حالت دوگانه های تقسیم بندی میکنیم. مثلا میگیم فلان الگوریتم سوپروایزد یا آن سوپروایزد، بچه یا آنلاینه، مدل بیسد یا اینستنس بیسد. این احساس میکنم اگر اینطوری بهش نگاه کنید حالا شاید یه تصویر بهتری داشته باشید. خیلی ممنون از شما. یه بحثی هم من این وسط با اجازه اضافه کنم. یه مثالی بخوایم واسه اینستنس بیس بزنیم، فرض کنید یک بیماری جدید اومده مثل اتفاقی که واسه کرونا افتاد. ما دیتای زیادی نداریم که افرادی که مبتلا به کرونا میشن احتمال زنده بودنشون چقدره یا چقدر ممکنه شما کرونا داشته باشی، ولی از اون نمونه هایی که داریم، اینستنس هایی که داریم، میتونیم شباهت شما رو اندازه بگیریم چقدر شما به اون افراد شبیهید و از این جهت تصمیم گیری کنیم. خیلی کوتاه. بله خیلی هم عالی، ممنون از شما که نظراتتون رو گفتید. و به هر حال بله مدل بیس لرنینگ هم به عنوان آخرین بخش که همونطور که حامد گفت یا مدل بیسد یا اینستنت بیسد. مدل بیسد یه جورایی مقابل اینستنت بیسده که اینجوریه که ما از قبل یه سری داده ها رو داشتیم و ماشینمون مثلا باش تعامل دیده، تعاملات کافی رو داشته و یه فرمول نهایی مثلا ازش در آورده. یه مثال خیلی شوته از یکی از الگوریتم‌ها بزنم، مثلا اگه داده هامون خیلی خطی به هم دیگه وابسته باشن، الگوریتمی که میشه استفاده کرد الگوریتم رگرشنه. به این صورت که مثلا شیب متوسط، شیب میانگین یا ارز مبدأ میانگین رو در نهایت به دست میاریم و صرفا اگه داده جدیدی اومد در شیب ضرب میکنیم و با ارز مبدأ مثلا جمعش میکنیم و به عنوان اون قیمتی که قراره پیش بینی کنیم و به عنوان اون کمیت پیوسته‌ای که قراره ارائه بدیم در نهایت به عنوان خروجی میدیم. یا حالا مثلا اگه قراره داده های ما از این نوع کلاسیفیکیشن باشن، یعنی مثلا اینجوری نباشه که بخوایم یک کمیت پیوسته پیش بینی کنیم، مثلا قراره پیش بینی کنیم عکسی که گرفتیم سگ یا گربه، مثلا قراره یه همچین ماشینی بسازیم، اون موقع مثلا با توجه به حالا الگوریتم‌های متفاوت مثلا یه سری سوالات ساخته میشه و در نهایت این داده جدید ما از یه مسیر فیلتری رد میشه که این فیلترها از قبل ساخته شدن و مثلا در نهایت قراره به ما بگه که سگ یا گربه است و در واقع اینجوری که اون فرموله انگار از قبل ساخته شده و ما الان داریم ازش خیلی راحت با یه جایگذاری استفاده میکنیم. و فکر میکنم من دیگه صحبتی برای ارائه ندارم اینجا. مثلا آره رگرشن رو داریم میبینیم و من فرمون رو میدم به نفر بعدی. خیلی ممنون از شما تاها جان. با اجازهتون من ادامه میدم. فقط من اینجا احساس میکنم واسه اینکه این اینستنس بیس و مدل بیس یه خورده بیشتر جا بیفته باید یه کمی بیشتر روش فکر کرد چون مهمه. مثلا اینجوری بهش نگاه کنید اصلا مزیت یه سیستم اینستنس بیس چیه نسبت به مثلا مدل بیس. شما توی حالت اینستنس بیس دقیقاً یه عبارتی رو به کار برده این کتاب، گفته که میاد دیتا رو قلباً یاد میگیره. این اصلا یعنی چی؟ حالا من خودم یه توضیح بدم. منظور اینه که میاد دیتا رو به همون شکلی که هست دقیقاً سیو میکنه، یعنی توی مموری نگه میداره. حالا صرفاً میخواد بیاد هر دیتای جدیدی رو که ما میخوایم بسنجیم و مدل قرار روش کار بکنه میاد میرسه به یک مثلا کمیتی به نام سیمیلاریتی میجر که بیاد ببینه آقا این چقدر به دیتاهای قبلیمون نزدیکه، با این کار میکنه. ولی توی مدل بیس
سیستم فرق میکنه، میاد توی دیتامون کاوش میکنه و میرسه به یک استراکچر کلی در دل اون دیتا، یعنی میاد الگوها رو شناسایی میکنه. توی حالت اینستنس بیسد زمانی که واسه ترینینگ لازمه خیلی کمتره، اصلا ترینینگ اونقدر فرآیند پیچیده‌ای نیست، منتها پردازش هامون در آینده و اون پیش بینی هایی که قرار مدلمون انجام بده اینجا کندتر میشه و مثلا زمان بیشتری میخواد. توی حالت مدل بیس این قضیه برعکسه، یعنی شما یه ترینینگ حالا سنگین‌تر با مراحل پیچیده‌تر انجام میدی، ولی در نهایت اون پردیکشن ها سریعتر اتفاق میفتن. یه بحث دیگه هم حالا هست توی حالت مدل بیس، اینه که ما مدل هامون یه چیزی رو به نام پارامتر و این پارامترها هم درکشون جالبه. توی حالتهای مثلا خطی یا چند جمله‌ای ما مثلا میتونیم با تتا آی این پارامترها رو نشون بدیم. مثلا یک مدل خطی بشه تتا یک مثلا یه ضریبی به علاوه تتا صفر. اینا رو هم در نظر داشته باشین چون توی بحث‌های آینده لازم میشه. من حالا در میون کلام حامد یه چیز دیگه هم که دوست داشتم بگم اینه که به هر حال ما توی ماشین لرنینگ اون داده هایی که داریم دریافت میکنیم، این که این داده ها رندومنس کافی رو داشته باشن خیلی مهمه و توضیحشون به طور یک نواخت باشه. اما داخل الگوریتم های اینستنت بیس خیلی خیلی مهمتره این موضوع. چرا؟ چون که به هر حال ماشین همون لحظه داره تصمیم میگیره که به کدوم یک از این کلاس های مختلف ما شبیه تره و اینکه این داده های ما اون لحظه رندومنس کافی رو داشته باشن تا دچار خطا نشه این مدل، اهمیت خیلی بیشتری براش داره که داده ها به هر حال یک نواختر باشه توضیحشون. خیلی ممنون از شما تاج جان. من این وسط بحثی رو بخوام اضافه کنم، شاید الان برای دوستان سوال پیش بیاد که پارامتر و هایپر پارامتر چیه اصلا. به طور کلی بخوایم بگیم، خیلی بخوایم ساده به این قضیه نگاه کنیم، پارامتر اون داده ای هن که ساختار شما رو شکل میدن، اون چیزی هن که شما در طی فرآیند ترین بهش میخواید برسی. مثلا یک خطی رو میخواید پیدا کنید با رگرسیون، اون ذرایع با عرض از مبدأ شما، اون ذرایع به جملات شما میشن پارامترهای شما. هایپر پارامتر اما چیه؟ هایپر پارامتر اینه که اون مطالبیه که شما تعیین میکنید، اون دیتایی که شما تعیین میکنید با چه نرخی به چه شکلی مدلتون یاد بگیره. هایپر پارامتر حالا میرسیم توی بحث‌های جلوتر، باز حالا یکم بیشترم راجبش حرف میزنیم، شاید خیلی الان در لحظه به نظر بله، مفهوم قابل درکی نیاد. با اجازهتون برسیم به بحث بخش بعدی یا چالش های یادگیری ماشین. خب یه مثالی هم اینجا کتاب زده که البته این مثال پرکتیکال نیست، یه جورایی آنچه خواهید دیده. برسیم به بخش اساسی ما، چالش های اصلی یادگیری ماشین. خب تا اینجای کار صحبت کردیم راجع به مفاهیم ماشین لرنینگ، خیلی جذاب بود، خیلی قشنگ بود. حالا بیایم ببینیم در عمل به چه چالش های ما برمیخوریم و چجوری با این چالش ها رفتار میکنیم. ما با دو تا چیز سر و کله میزنیم معمولا داخل مسائل یادگیری ماشینی، که الگوریتم بده، یکی دیتای بده. که خب با یه مثالی بخوایم شروع کنیم، فرض کنید به یک کودکی میخواید یاد بدید که بگه کلمه سیب رو یاد بگیره معنیش رو. احتمالاً یه سیبی رو بهش نشون میدید، بعد از کلمه سیب رو براش قرائت میکنید و با چند بار تکرار این بحث رو یاد میگیره. اما آموزش دادن همچین چیزی به ماشین، به مدل ها، به این سادگی نیست که به انسان دارید آموزشش میدید و حتی برای مثالهای خیلی ساده ممکنه نیاز به دیتای خیلی بیشتری داشته باشید. خب این قسمت به طور کلی راجع به فرمتینگ کتاب بگم. بخشایی که این شکلی داخل کادری قرار میگیره، اینا معمولا از یک مقاله قسمت مهمی رو میبره براتون میذاره و یه دیتای خیلی جالبی بهتون میده. میخواد تحقیقی رو نشون بده راجع به این که این حجم دیتا به طور کلی چه تأثیری روی یادگیری داره. اینجا راجع به یک مقاله‌ای صحبت میکنه، سال 2001 منتشر شده از مایکروسافت، محقق‌های ماشین لرنینگ مایکروسافت، که این تحقیق نشون میده که شما مدل‌هایی رو دارید، مدل‌های تماما مختلفی رو که در ابتدا اکیورسی یا دقتشون اختلاف قابل توجهی با هم داره، ولی به مرور که حجم دیتای شما زیاد میشه، این دقتتون هم افزایش پیدا میکنه به طرز چشمگیری و حتی
به اصطلاح میگن با استفاده از دیتای کافی به یک پرفورمنس نزدیک به هم میرسن. این بحثی که باید داشته باشیم. یکی از چالش های ما داشتن مقدار کافی و متناسب داده است. یکی از چالش های ماست. یکی دیگه از چالش های ما بهش میگن دیتا هایی که ارائه دهنده نیستن، هوشا نیستن، نمایندگی از تمام حالت ها نیستن. مثالش رو بخوایم بزنیم، شما فرض کنید بر اساس خدمتتون عرض کنم درآمد یک کشور شما میخواید رضایت از زندگی رو تخمین بزنید، به یه مدلی برسید. فرض کنید خب بیایید 10 کشور ثروتمند رو پیدا کنید، یک الگویی داخل این پیدا کنید و این کاری که شما میکنید باعث میشه که یه مثال کشور فقیر رو ممکنه بزنید و این کاملا جوابی که به شما میده جواب پرتی باشه. چرا؟ چون شما اومدید رو بحث 10 کشور به اصطلاح ثروتمند شما مانور دارید. سوای اوورفیتینگ و آندرفیتینگ که جلوتر بهشون میرسیم، اینکه شما یه سری داده هایی رو نداشته باشید که نماینده یک گروه خاصی باشن. این میشه بحث non-representative training data که اینجا مثالش رو براتون زده با GDP و life satisfaction. خب یکم کیفیت پایین دیتایی که دارید ممکنه نویز خیلی فجیحی داشته باشه. یه اصطلاحی رو ما داریم، شما فرض کنید که یه مدلی دارید ترین میکنید که تعیین میکنه ایمیل اسپم یا همون مثال اولیه که اول کتاب راجبش صحبت کردیم. اگه دقت مثلا مدل شما 50 خورده‌ای باشه، عملا مدل شما هیچ دقتی نداره. مثل این میمونه که یه تاس بندازید یک سکه بندازید، شاید سکه بندازید بهتر از مدل شما کار کنه. و یکی از دلایلی که میتونه باعث این اتفاق بشه هم دیتای بیکیفیته، وجود آوتلایر. مثلا شما فرض کنید یک نموداری میخواید داشته باشید، بذارید ببینم من اینجا میتونم بکشم، همچین داده هایی دارید و میخواید یک خطی رو از اینجا رد کنید، همون مثال رگرشن که تاها جان زدن یا کرفیتینگ. این داده هایی که اینجا هستن باعث خراب شدن میشن، آوتلایر میشن. مثلا فرض کنید یه سری افراد میخواید سواد رو بر اساس درآمد مثلا مدل کنید، یه سری افراد به شدت استثنایی هم و باعث خراب شدن مدل شما میشن. یه مثال ساده‌ای که من میتونم بزنم. خب اینا رو تمیز کنیم و برسیم به بحث بعدی. یکم فیچرهای غیر مرتبطه، irrelevant features. به طور کلی اون داده هایی که ما به عنوان ورودی میدیم به حالا مدلمون یا اون الگوریتممون یا هر چیزی که داریم، هر ساختاری که ما داریم، اصطلاحاً به اون مجموعه میگن فیچر هامون. بعضی وقتها این فیچرهایی که ما انتخاب میکنیم ممکنه بی ربط باشن به اون خروجی که ما داریم. شما یعنی فرض کنید میخواید نمره یا عملکرد تحصیلی دانشجوها رو مثلا تخمین بزنید و این تخمین زدن شما با دیتایی که شما دارید، مثلا قد دانش آموزا هم داخلشونه. خب قد دانش آموزا مستقیما هیچ ارتباطی به عملکرد تحصیلیشون نداره. یه مثالیه که به ذهن من رسید. و میرسیم به چالش دوم، اوورفیتینگ و آندرفیتینگ که خب دوست عزیزمون میخوان ارائه بدن. من فقط یه مثال ساده بزنم و یک مقدار فان که اوورفیتینگ کلا شما رو باید یاد تست زدن کنکور بندازه. خب حامد جان فکر کنم شما میخواستید ارائه بدید. بله. سلام مجدد به همه دوستان. چیزی که در ادامه خواهیم دید اینه که حالا 2 تا کانسپت جدید به نام اوورفیتینگ و آندرفیتینگ رو معرفی میکنیم که باز میشن جزء همون چالش هایی که داشتیم. بعد در نهایت میخوایم یه تصویر کلی بدیم و یک مبحث میمونه که کلا جمع میشه این فصل. بخوام بگم حالا ما تا اینجا فهمیدیم، یه شهودی گرفتیم از اینکه ماشین لرنینگ چیه، داره چیکار میکنه دقیقاً، چه انواعی از الگوریتم ها داریم، چه مثلا مدل بیسد و اینستنس بیسد و این چیزا منظورمه، و اینکه حالا چه چالشایی داریم. چالشایی که تا اینجا دیدیم مربوط میشدن به خود دیتا، یعنی مثلا دیتا ناکافی بود یا دیتا مثلا اون میجرها یا فیچرهای مناسب رو نداشت یا مثلا فلان جور بود. اینا بیشتر مربوط به
دیتا میشدن. فقط دسترسی ارائه دهنده رو لطفا به من بده که اسلایدو چیز کنم. چشم من از شما عذر میخوام. خواهش میکنم. چیزی که در ادامه میخوایم ببینیم بیشتر مربوط میشه به در واقع چالش هایی که مربوط میشن به خود مدل، به خود الگوریتم. دقیقاً چه شکلی؟ ببین ما یه مفهومی رو اینجا معرفی میکنیم به نام جنرالیزیشن یا عمومی سازی دیتا. یک مدلی در نهایت باید بیاد یک سری ترینینگ دیتا بگیره، روی اینا یه پردازشی انجام بده، یه مدلی بسازه و بتونه روی داده‌های جدید پیش‌بینی انجام بده. وقتی که این پیش‌بینیه خیلی دور از مثلا اوردر مد نظر ما باشه، ما اینجا اصطلاحاً میگیم اوورفیتینگ اتفاق افتاده. بذارید حالا ساده تر شروع بکنیم. شما مثلا میری توی کشوری جدید، اینو خود کتاب مثال زده، میری سوار تاکسی میشی، راننده تاکسی از شما دزدی میکنه، بعد شما به این نتیجه میرسی که اوه پس من توی این کشور هر تاکسی که سوار بشم قراره که از من دزدی بکنه. این یک نوع عمومی سازی اشتباه است توی مقیاس انسانی. دقیقاً ماشین هم میتونه مرتکب همین اشتباه بشه. به چه ترتیب؟ به ترتیبی که در واقع ما بیایم مدل اشتباهی رو پیاده بکنیم. اینطوری میایم اون پیش بینی هامون، پردیکشن هامون رو خیلی خارج از اوردر به دست میاریم. مثال کنکور هم دقیقاً یه همچین چیزی داره میگه دیگه. میگه شما اگه مثلا 4 نفر مثلا تست فیزیک خوب میزنن، الزاما قرار نیست هر آدمی مثلا خوب تست فیزیک بزنه. میدونین یک کانسپتیه که اگر درکش بکنیم میخواد بگه که عمومی سازی به شیوه صحیح چه شکلیه. حالا میریم بیشتر راجع به خود کتاب صحبت میکنیم. با چه اجازهتون کانسپت هایی رو داریم؟ من یه بحثی رو اضافه کنم بفرمایید. این وسط. فرض کنید شما 50 تا تست انتخاب میکنید، روشون اوورفیت میشید، هر تستی از اون بدن شما خیلی خوب میتونید جواب بدید، ولی یه تست خارجش کافیه بدن و شما خراب میکنید. این نشون دهنده یک مدل اوورفیت انسانی. دقیقاً. مثلا مثلا بزنیم، فرض کنید دیتا شما نویزیه و این نویزها خب الگوریتمی که ما داریم که متوجه این تفاوت‌ها نمیشه حالا توی یک سری توی یک سری از این استیج های ترین کردن، میاد یه سری الگو تو خود اون نویزها شناسایی میکنه. یعنی اون دیتا هایی که در واقع اینا دیتا های دور از اوردر مد نظر ما هن، اونا هم خودشون یک سری الگوهایی دارن، میاد از اون الگوها هم استفاده میکنه که کارو خراب میکنن. حالا ما یه سری روش‌هایی باید به کار ببندیم که اینا درست‌تر بشه. یه مفهومی داریم اینجا به نام رگولاریزیشن یا تنظیمگری به اصطلاح، که بیام این الگوریتم خودمون رو محدود بکنیم. در واقع مثلا من یک مثالی بزنم براتون. توی همون حالت مدل خطی که ما ارائه میدیم، یک مثالی داشتیم از لایف ساتیسفکشن یا امید به زندگی بر حسب GDP. ما اومدیم یه مدل خطی ارائه دادیم، یعنی اومدیم با یه رگرسیون خطی یه تعدادی زیادی داده از مثلا لایف ساتیسفکشن به دست آوردیم، یه تعداد زیادی داده از مثلا GDP به دست آوردیم، اینا رو به هم مربوط کردیم، به یک چیز خطی رسیدیم. این مدل خطیمون 2 تا پارامتر داره، یه تتا صفر و تتا 1 که تتا 1 میشه حالا همون شیب خط، تتا صفر میشه عرض از مبدأش اصطلاحاً. بعد مثلا یک مدل از رگولاریزیشن روی همین قضیه اینه که ما بیایم آقا تتا 1 رو حذف بکنیم، یعنی مثلا به یک خط ثابتی برسیم، به یه مثلا وای مساوی a برسیم. در واقع اومدیم یه جور رگولاریزیشن انجام دادیم، تا خیلی دیگه اومدیم مدلمون رو ساده کردیم. جالبه بدونید مثلا تو این حالت اوورفیتینگ رخ نمیده، چون در نهایت شما مثلا یه GDP میدی به مدلت، یه پیشبینی انجام میده، اون پیشبینی اونقدر هم دور از دسترس نیست، یعنی یک ساده سازی خیلی زیاد. منتها جوابهایی که توی این حالت گرفتیم هم دیگه به دردمون نمیخوره، خیلی دیگه اومدیم مدلمون رو ساده کردیم. یه مثال دیگه، بیایم یک مدل چند جمله‌ای مثلا استفاده کنیم واسه همین قضیه. دقیقاً چیزی که توی صفحه قبلی بود، می‌بینید مثلا این روی همون لایف ساتیسفکشن بر حسب GDP اومده یک چند جمله‌ای با درجه بالا رو استفاده کرده. می‌بینید که چقدر دیتاهایی که اینجا میشه ترنینگ ست ما، در واقع داده هایی که روش ترین شده، می‌بینیم که داره روش خوب عمل میکنه. یعنی اگر خود اون داده هایی که ما باهاش مدل رو ترین کردیم بدیم، نتایج خوبی میگیریم، منتها نتایج
که روی داده های جدید میگیریم دیگه خیلی به دردمون نمیخورن، از اوردرمون خارج میشن. اینجا اوورفیتینگ رخ داده. یک مدل دیگه حالا مثلا بهش نگاه بکنید، توی همون مدل خطیمون فرض کنید ما بیایم، من نفهمیدم سوالتون رو امیر محمد، یه جور دیگه چی شد که اینطور شد، چی شد که اینطور شد. آره اگر صوتی بپرسید بهتر میتونم متوجه بشم. صدای من دارید الان؟ بله بله. ببخشید وسط ارائه. میگم فقط به عنوان مثال اینو گفتید یا نه توضیح دادید که مثلا ما این کارو کردیم و به این علت نتیجه بد شد؟ نه صرفا به عنوان یک مثال ارائه دادید اینو. دقیقاً به خاطر یه مثال صرفا که یه شهودی بگیریم، وگرنه خیلی ما کار چی میگن سفت و چفت و بستری که داریم نمی‌کنیم الان. صحیح. مرسی. آره اصلا مدل ها میتونن خیلی پیچیده تر باشن اینا. این صرفا حالا یه حالت خیلی ساده شده است که ما یه ایده‌ای بگیریم که صرفا اوورفیتینگ یعنی چی یا رگولاریزیشن اینجا دقیقاً یعنی چی. ما مثلا میتونیم بیایم توی مدل خطیمون تتا یک رو به یک بازه محدود بکنیم، یعنی بگیم آقا ما مدل خطی رو همچنان داریم، منتها شیوه خطمون دیگه از یه حدی بیشتر نمیتونه بشه. این یک مثلا تکنیک خیلی ساده رگولاریزیشنه که یه چیزی بین مدل خطی و مثلا مدل خط ثابته. این خیلی جالب میتونه باشه از این نظر. من میتونم این بحث یه چیزی اضافه کنم؟ بله بله. خب یه نکته ای که خیلی جالب شد به ذهن هم رسید گفتم با دوستانم به اشتراک بذارم. ببینید برای همین مثال ساده‌ای که دوستمون فرمودن لزومی نداره که شما حتما مثلا یک خطی رو پیدا کنید یا از شیوه خاصی رگرسیونی برای پیدا کردن خط استفاده کنید. همین کار رو عملا میتونید جلوتر بهش میرسید با شبکات عصبی انجام بدید و اونجا تکنیک‌های خاص خودشونو دارید. در کل اینو گفتم که بدونیم اونجا برای این بحث رگولاریزیشن شما میتونید لایه‌های اکتیویشن لایرهای مختلفی بین لایه‌ها اضافه کنید که حالا جلوتر به اختصار به همشون میپردازیم. دقیقاً مدل ها متفاوتن و متنوعن. مدل های اشاره عصبی هم خب یک مدلن. بریس مثلا این نمودار رو شما اینجا اگر در نظر بگیرید، من فقط نمیدونم چجوری میتونم مثلا اینجا همون مثال لایف ساتیسفکشن رو ما داریم. اینجا میبینید مثلا نتایج مختلفی که گرفتیم. یه راه دیگه هم مثلا هست واسه رگولاریزیشن، اینه که بیایم ببینیم حجم دیتایی که میدیم چقدره. مثلا اینجا توی این خط آبی پررنگه ما اومدیم از یک جزئی از دیتا استفاده کردیم، یعنی مثلا تمام کشورها رو GDP شون رو ندادیم و لایف ساتیسفکشنشون، یه تعداد محدودی از کشورها رو دادیم، رگولر هم کردیم، یعنی اومدیم شیوه خط هم محدود کردیم، تقریبا دقیق ترین نتایج هم با همین خط آبی پررنگ گرفتیم. توی این آبی نقطه چینه باز اومدیم از یه جزئی از دیتا استفاده کردیم ولی دیگه رگولر نکردیم. می‌بینید شیب خط زیادتره. بعد مثلا واسه یه اینستنس‌های جدیدتر خارج از ترینینگ ستمون این قرمز مربع‌ها می‌بینید که نتایج یه خورده غیر دقیق شدن. البته که اینم اشاره کنم مدل خطی الزاماً مناسب نبوده واسه این مسئله. این خط قرمز نقطه چین هم یک لینیر مدل غیر رگولر شده روی همه دیتاست. یعنی مثلا می‌بینید این دیتاها اینا هم تأثیر داده شدن، ولی خب این باعث شده که مثلا توی این خود ترینینگ ست می‌بینید، البته اینم دیگه در این حالت اینا هم جزئی از ترینینگ ست به حساب میان، نتایج باز اونقدری که مد نظرمونه مدل به خوبی پیش بینیشون نمی‌کنه. اینجا راجع به هایپر پرامیتر من دوباره توضیح میدم. این فرآیند رگولاریزیشن رو ما با یک در واقع کانستنتی میایم چیز میکنیم، مدیریتش میکنیم در فرآیند ترینینگمون به نام هایپر پرامیتر. حالا من بذار بگم هایپر پارامتر. هایپر پارامتر یک فرقی داره با پارامتر. خود پارامتر یک چیزیه که در دل مدلمونه، یعنی مدلمون در نهایت تو فرآیند ترینینگ میرسه به پارامتر. ما ترین میکنیم که پارامترهامون رو به دست بیاریم. اصلا یعنی یه ترینینگ ست داریم، یه مدل طراحی میکنیم، آقا میگیم ما از این الگوریتم میخوایم استفاده کنیم، میرسیم به پارامتر. یعنی در نهایت ترینینگ ما به ما آقا چند تا تتا میده فرضاً توی حالت ساده شده.
هایپر پارامتر کاریه که ما بیرون از ترینینگ انجام میدیم، یعنی قبل از اینکه فرآیند ترین رو استارت کنیم ما میگیم آقا هایپر پارامتر ما، نمیتونم بگم هایپر پارامتر، آره این هایپر پارامتر ما در واقع میاد کنترل میکنه که چقدر این مثلا رگولر بشه این چیزمون، مثلا همون این شیب خط محدود کردنه میشه مثلا یک نوعی از یک درجه ای از هایپر پارامتر. ببین مثلا ما هایپر من پارامتر فقط رو قبل از اینکه یه ذره ادامه بدی یه چیزی رو گفتم شاید بگم خوب باشه، این که ترینینگ ست و تستینگ ست رو شاید توضیح نداده باشیم. گفتم که یه چیزی بگم، مثلا ما وقتی توی حوزه میتونیم بهش برسیم سوپروایز میرسیم بهش. آره توی بله بچه، ولیدیت کردن. فصل دوم هم حتی به اختصار راجبش صحبت آره من خیلی فقط مفصل میخوام اتفاقا بفهم. راجع به تستینگ ست صحبت بکنم، حالا اگر دوست داری ادامه بده، ولی خب خواستم بگم که میتونیم بهش برسیم. نه گفتم فقط یه توضیح کوچیکی بدم که بدونیم فقط چیه این، که ما کلا یه دیتا ستی وقتی که به دستمون میرسه، مثلا ماشین برای اینکه یاد بگیره نیاز به یه سری دیتاهای اولیه داره دیگه. ما بخشی از اون دیتاها رو اختصاص بدیم به یاد گرفتن ماشین که به اون میگیم ترنینگ ست، مثلا 80% دیتاها رو، و اون 20% نهایی رو چون که داده هامون لیبل دارن توی حوزه سوپروایزدیم دیگه، یه تارگت هدف داریم، یه متغیر تارگت داریم و میتونیم با کمک اون مثلا 20% باقی مونده چک کنیم ببینیم مدلی که حالا ساختیم چه دقتی داره و اینا، و یه سری تست روش انجام بدیم و کلا ترنینگ ست میشه اون بخشی که مدلمون باش یاد میگیره که حالا توضیحات کاملترش جلوتر هست. بله راجع به هایپر پارامتر اگه بخوام بحث رو تموم کنم، شما مثلا هایپر پارامتر رو فرض کنید خیلی میارید بالا، در این حالت مدلتون به یک مدل خطی، مثلا تو این مثال هایی که زدیم، تو کانتکست این مثال هایی که زدیم، مدل به یک مدل خیلی خطی با شیب نزدیک به صفر تبدیل میشه که خب اوورفیت نمیکنه منطقاً، دیتا ها تو اوردر مد نظر خواهند بود، منتها نتایج مناسب نمیده. یک حالت دیگه هم اینه که خب هایپر پارامتر رو پایین نگه داریم که اونم باز حالا چالش‌های خودش رو داره، یعنی در واقع اون مشکلاتی که بهش اشاره کردیم ناشی از عدم رگولیشن اینجا خودشون ظاهر میشن. در واقع ما باید به یک مدلی برسیم که اون استراکچر کلی دیتا هامون، یعنی اون الگوی درونی دیتا هامون رو بتونه پیش بینی بکنه. این حالا یک کار هنرمندانه واقعا انجام دادنش. آندرفیتینگ میشه مقابل اوورفیتینگ، یعنی اینکه شما در واقع چجوری بگم، بذاریم به خود متن رجوع بکنیم. اون استراکچر کلی رو دیگه از دست بدی، یعنی انقدر بیای این رو تایت بکنی این مدلت رو که دیگه اوورفیت نکنه ولی استراکچر رو از دست بده. اینو یه جورایی توضیح دادم در دل توضیح دادن با اوورفیت، یعنی اجازه من دقیقاً میتونم نقطه این قسمت رو حتما واردش بشم. اونجا که تقریبا میشه گفت بخشی از زمانمونم رفته، خیلی کوتاه بخوام اوورفیت و آندرفیت رو بگم. اوورفیت همون مثالیه که شما 50 تا فرض کنید تست یه مبحثی رو دارید، عین همون رو میزنید، عین همون رو آزمون میگیرید، خب اصلا چیزی یاد نمیگیرید، صرفا ممکنه حفظ کرده باشید تستا رو. آندرفیت هم خیلی کوتاه، یعنی اینکه شما عملا چیزی یاد نگرفتید، تست نزدید. آره خب ما بحثمون تا یه جای خوبی پیش رفت، بذاریم یک قدمی به عقب برگردیم و ببینیم که کلا الان ما چیا فهمیدیم. فهمیدیم که آقا ماشین لرنینگ میخواد بیاد یک کاری رو بهتر انجام بده با توجه به تجربه هامون. این همون تعریف فرمالی بود که اول بحث ارمیا انجام داد و حالا مدل های مختلف ML رو دیدیم، سوپروایزد، آن سوپروایزد، بچه آنلاین و این داستان ها. در نهایت حالا توی ML پروژکت هامون میخوام ببینیم چی کار میکردیم. خیلی راجع به این حرف زدیم، یه ترینینگ ست داریم، میایم به این ترینینگ ستمون یه سری داده میدیم، به یک مدلی میرسیم اگر مدل بیس باشه سیستم. این مدل یه سری هایپر پارامتر براش تنظیم کردیم تو فرآیند ترین، باید ببینیم آیا خوب کار میده یا نه. اگر خوب کار نداد باید بیایم این هایپر پارامتر ها رو دوباره تیون بکنیم و برگردیم به این داستان. اگر اینستنس بیس باشه خب سیستم فرق میکنه و اینکه حالا داستان‌های خودش رو داره.
عرضم به حضور شما که بحثی که ما داریم در ادامه اینه که حالا چه دیتایی رو انتخاب بکنیم، چه مدلی رو انتخاب بکنیم. اینا دو تا چیزی هستن که خیلی تاثیرگذارن در، منظورم از مدل البته الگوریتم بود، چه دیتایی و چه الگوریتمی رو انتخاب بکنیم. اینا چیزایی که تاثیر میذارن تو کل فرآیند ما و در نهایت ما به یک تصویری رسیدیم در این نقطه. یک بحثی میمونه که به نظر من یکی از جالبترین بحث‌های این فصله، اونم بحث تستینگ و ولیدیتینگه. ببینید ما فرض کنید آقا ترینمون رو انجام دادیم. ترین رو انجام دادیم، به یک مدلی رسیدیم. حالا در این نقطه میخوایم ببینیم آقا این چیزی که ساختیم اصلا خوب کار میکنه یا نه. این دو تا رویکرد میشه داشت. یکی اینه که محصول رو لانچ کنیم، بریم سراغ کاربرای واقعی. کاربرای واقعی بیان نظر بدن، یعنی داده وارد بکنن و ببینیم خوب کار میکنه یا نه. این یه ایرادی که داره اینه که ممکنه اصلا مدلمون خیلی مدل پرتی باشه، پس منطقی نیست. به خاطر همین ما یک فرآیندی رو اینجا میسازیم به نام فرآیند تستینگ که حالا تاها یک کمی راجبش حرف زد. تستینگ میگه چی؟ میگه که ما بیایم یه سری دیتا رو بدیم بهش قبل از اینکه بخوایم مثلا لانچش بکنیم. این دیتا رو از کجا بیاریم؟ روند مرسوم اینه که ما یه بخشی از اون ترینینگ ستمون رو، یعنی اون مجموعه‌ای از داده رو که پیش از این نگه داشته بودیم که باش مدل رو ترین کنیم، اونو بذاریم کنار، فقط هم واسه فرآیند تست ازش استفاده کنیم. یعنی توی ترین کردن مدلمون از اون دیتا استفاده نکنیم. مثلا بیایم 20% رو نگه داریم. این بهش میگن یه حالت ساده ای از تستینگه. یه ایرادی که چی میگن تذکری که باید این وسط داشته باشیم اینه که حالا الزاماً 20% منطقی نیست. یعنی بستگی به سایز دیتامون هم داره. مثلا اگر ما 10 میلیون دیتا داریم، 1% میشه 100,000 دیتا و خب این 100,000 تا احتمالاً کافیه واسه تست کردن. پس این هم باید مد نظر داشته باشیم. یه ایرادی این وسط به وجود میاد. یعنی ما میایم هایپر پارامتر هامون رو تیون میکنیم، تست میکنیم، بعد به یک نتیجه مثلا دلخواهی نمیرسیم. چی کار میتونیم بکنیم؟ بریم مثلا الگوریتممون رو تغییر بدیم، بریم هایپر پارامترامون رو تغییر بدیم و دوباره بیایم تست بکنیم. این روند همینه دیگه. یعنی هی باید انقدر مدل رو هی تست بکنیم تا به مثلا نتیجه مطلوب برسیم. باز اینجا یه ایرادی پیش میاد، چون ما اون تستینگ ستمون، یعنی در واقع اون بخشی از ترینینگ ست که جدا کرده بودیم واسه تست کردن، یه چیز محدودیه، اینجا نتایجمون دچار بایاس میشن دوباره. یعنی فقط مدلمون داره روی تستینگ ست خوب کار میکنه. اینجا ما باید بیام یک راه حلی ارائه بدیم و از یک شیوه دیگه استفاده بکنیم که این شکلیه که در دل خودمون ترینینگ ستمون بیایم باز یه بخش از دیتا رو جدا بکنیم، اسمش رو میذاریم دیولپمنت ست یا ولیدیشن ست. به کل این فرآیند هم حالا میگن هولد اوت ولیدیشن. بیایم روی ترینینگ ست منهای دیولپمنت ست یه بخشی از ترینینگ ست، روی ترینینگ ست منهای دیولپمنت ست ترین بکنیم، بریم روی ولیدیشن ست همون دیولپمنت ست تست بکنیم. اگر هایپر پارامترها نامناسب بودن تیون بکنیم یا الگوریتم ها نامناسب بودن عوض بکنیم، دوباره بیایم روی ترینینگ ست منهای دیولپمنت ست ترین بکنیم و هی روی این ولیدیشن ست تست انجام بدیم. دقت کنید که ما اون تستینگ ست اولیه رو گذاشتیم کنار. این تستینگ ست رو اصلا کاری نداریم. یه ترینینگ ستی داریم که 80% کل داده های اولیه‌مون بود. خود این داده های اولیه رو یه بخشیش رو گذاشتیم به نام ولیدیشن ست یا دیولپمنت ست. این فرآیند رو که انجام دادیم، در نهایت به یه الگوریتم خوب و یه سری هایپر پارامتر خوب میرسیم. میایم روی کل ترینینگ ست، یعنی شامل همون دیولپمنت ست هم باید بشه، میایم روی کل این ترینینگ ستمون حالا چیز انجام میدیم، عرضم به حضور شما ترین انجام میدیم و میریم روی تستینگ ست. الان تستینگ ست هم در نهایت حالا به ما یه چیزی میده که من اینو معرفی نکردم به نام جنرالیزیشن ارور. یعنی چقدر به بیان ساده این چیزهای ما، عرضم به حضور شما نتایج ما و کارکرد مدل ما با نتایج مد نظر تفاوت داره. یه ترینینگ ارور داریم، یه جنرالیزیشن ارور. ترینینگ ارور میشه اون اروری که روی داده هایی که باش مدل ترین شده، و جنرالیزیشن ارور روی داده هایی که جدیدن، خارج از ترینینگ ستن و عرضم به حضور شما که
میدیمشون به مدل بعد از فرآیند ترین. مثلا اینجا تستینگ ست مد نظر. خب چون یه خورده چیز بود، یه کمی ابسترکت بود، میخوام ببینم که الان خوب جا افتاد این بحث چیز، این راه حلی که ما دادیم، فیدبک به من بدین که ما اومدیم از این هولد اوت ولیدیشن، یعنی اومدیم رو خود ترینینگ ست هم یه سیستم ولیدیشنی پیاده کردیم. اما جان فکر میکنم این بحث ها رو توی خود مثال ها بهتر بتونیم جا بندازیم. از این جهت میتونیم یک مقدار بخشایی ازش رو اسکیپ کنیم که به گفتگوه برسیم. آره پس من یکم سریع‌تر هم پیش میرم، فقط صرفا که یه ایده‌ای داشته باشین. میخوام بگم، حالا سریع بگم، خود اینم باز یه سری چالش داره که مثلا باز یه روش ما به کار می‌بندیم به نام کراس ولیدیشن. کراس ولیدیشن میایم اون دیولپمنت ست رو باز کوچیک‌تر می‌کنیم و هی تعداد مراحل، خیلی شهودی بگم، افزایش پیدا می‌کنه. یعنی ما هر چی بخوایم این سیستممون بهتر کار بکنه، باید هی مراحل بیشتری انجام بدیم. مراحل بیشتر میشه زمان بیشتر، انرژی بیشتر. این چالش‌های هستن، ولی خب در نهایت اینجوری ما میتونیم سیستممون رو ولیدیت کنیم. یه همچین سازوکاری داره. یه چیزی هم داریم به نام دیتا میس مچ. اینه که فرض کنید، اینم باز یه چیز تکنیکالی به حساب میاد، اون داده هایی که مدل قرار روشون کار بکنه پیش از این در دسترس نباشن. فرض کنید مثلا ما میخوایم واسه یه گالری گوشی فلان یه سیستمی بنویسیم که مثلا عکس سیب ها رو توی گالری جدا کنه، مثلا یه همچین چیزی. خب ما ترینینگ ستمون منطقاً یک سری عکس سیبه که از اینترنت میگیریم، منتها این عکس سیبا از دوربین اون گوشی گرفته نشدن. میدونین چی میگم؟ این میس مچ وجود داره بین این دیتا هایی که قرار مدل باهاشون کار کنه و دیتا هایی که مدل قرار روشون ترین بشه. اینم حالا یه سری چالش هایی داره. خلاصش اینه که ما بیایم از اون یه تعدادی به هر حال داده مچ داریم دیگه، یعنی مثلا 10,000 تا عکس داریم که با این دوربین گوشی از سیب گرفته شده در یه حالت حالا انتزاعی. بیایم اونو به صورت درست مدیریت کنیم، یعنی هم توی ولیدیشن ستمون هم توی تستینگ ستمون حتما از اونها استفاده بکنیم. یه سری چالش‌هایی به وجود میاد که حالا من دیگه ازشون میگذرم، ولی یه سری راهکارهایی از همون جنسی که توی بخش قبلی گفتم باید به کار ببندیم که بتونیم اون چالش‌ها رو حل بکنیم. یه چیزی هم هست در نهایت، اینم مفهوم جالبیه، آخرین بحث این چپتره، نو فری لانچ تئورم، که میگه که به طور خلاصه از یه پیپری هم میاد در 1996. ایده کلیش اینه که آقا واسه یک مسئله یا واسه یک دیتا ست هیچ مدلی بهترین مدل نیست. خیلی جالبه. یا به یک بیانی، البته این که بگیم بهترین مدل نیست اشتباهه، باید بگیم هیچ مدلی مثلا ارجحیت نداره به یک مدل دیگه. اینکه ما بیایم مثلا شبکه نورونی استفاده بکنیم یا مثلا رگرسیون خطی به کار ببندیم که به یک مدل خطی برسیم، اینا الزاما به هم ارجحیتی ندارن. تنها راهی که میشه فهمید اینه که ما بیایم در واقع ترین بکنیم روی دیتا ستمون و ببینیم کدومشون نتایج بهتری میدن. منتها ما چون در واقعیت صنعت اونقدری منابع کافی نداریم که مثلا بیایم عرضم به حضور شما واسه یک دیتا ستی همه مدل هایی که تا الان شناسایی شدن رو چیز بکنیم، عرضم به حضور شما ترین بکنیم، میایم و یک سری فرضیاتی میذاریم. یعنی میایم به بنیاد اون دیتا ست نگاه میکنیم، میگیم آقا ما فرض میکنیم که فلان دیتا با مدل خطی بهتر کار میکنه، یا فلان دیتا به حدی پیچیده هست که مثلا مدل خطی براش کار نکنه، بنابراین مثلا مدل شبکه نورونی براش کار میکنه. میایم گزینه هامون رو واسه یه تست کردن محدودتر میکنیم و میرسیم به یه تعدادی گزینه محدود و تا حدی که مثلا انرژی کافی و زمان کافی و قدرت پردازش کافی و واسه ترین کردن داشته باشیم. این هم میشه حالا یک کلیتی از نو فری لانچ تئورم. بحث منم تموم شد. خیلی ممنون از شما. فقط قبل از اینکه برسیم به بخش آخر که گفتگو با دوستانه و به اصطلاح تعامل، یادآوری کنیم که فراموش نکنیم همه ما عضو این جامعه ایم و مشارکت ما خیلی اهمیت داره داخل این بحث. خیلی خوشحال میشیم تو بخش آخر ما گفتگو داشته باشیم و به صورت پویا با دوستان صحبت کنیم. برای همین چند نفر رو انتخاب میکنیم به عنوان مناظره کننده شرکت کنم و اینکه من از همینجا اعلام میکنم کسایی که علاقه‌مندن به این بحث، دوست دارن از جلسات بعد پرزنت انجام بدن و این صحبت‌ها
یه موضوعی مرتبط با جلسه بعد، فصلهای بعدی میتونن انتخاب کنن. حالا تو بله با ما در ارتباطید، با ما صحبت کنید یا داخل گروه در میون بذارید. خیلی خوشحال